ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. اثر پیشوای ملت امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، کتاب ارزشمندی دارای خصوصیت انسیکلوپدی بوده. از روی خصلت، موضوع، محتوا، روش تحقیق، نوگانی، در برگیری مواد، دسته‌بندی تاریخ تشکل، ساخت دستوری زبان تاجیکی، ارزیابی کلی مسائل زبان و ادبیات، دستاورد بی‌نظیر، تحقیقات پرارزش و صحیفه تازه در علم زبانشناسی زمان استقلال محسوب می‌گردد. پادشاهان آری بویه هرچند اصل خود را از نسل بهرامی گور می دانستند، ولی چنان که گفتیم در امر احیای زبان فارسی و سنت‌های قدیم ایران کوشش به خرج ندادند. برعکس روحیه عربی گرایی را در سرزمین تابع خود تقویت بخشیدند و در رشد و گسترش این زبان مساعدت فرمودند. بعضی مورخان همچنین اصل پادشاهان این خانواده را از فرزندان یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی می دانند که بعد شکست قادسیه به گیلان فرار نموده در همانجا سکونت اختیار کردند. ولی بی توجهی پادشاهان این خاندان به زبان و ادب تاجیکی فارسی درستی این اندیشه را زیر شبهه قرار می دهد. چنان که گفتیم آری بویه هرچند از خاندان ایرانی تبار بودند، ولی به زبان تاجیکی فارسی دری علاقمندی زیاد نداشتند. زبان دیوانی و ادبی دربار آنان زبان عربی بود. در گفتگوی غیر رسمی بیشتر از گویش‌های تبری، دیلمی و گویش‌های دیگری متداول آن روزگار در غرب ایران استفاده برده می‌شد. به اندیشه بعضی محققان رقابت سیاسی و عقیدوی بویهیان و سامانیان باعث گردید که بویهیان برخلاف رقیبان سیاسی خود یعنی سامانیان در پرورش زبان و فرهنگ ایرانی هیچ واکنش نشان ندهند و به زبان و ادب عربی صادق بمانند. محقق معروف چخ یان ریپکه مرکز و غرب ایران را با شرق آن مقایسه نموده و چنین نتیجه می رسد که شاهان آری بویه که در ری، جبال، اصفهان و شیراز فرمان روایی می کردند این شهرها را به مرکزهای ترویج فرهنگ ادب تبدیل داده بودند. 3 پادشاهی آری بویه، عزالدوله، عضدالدوله و پسرش تاجالدوله به زبان عربی شعر می سرودند که به قول یان ریپکه
نامدارترین آنان عضدالدوله بود و آخرین پشتیبان شاعری معروف عرب متنبی به شمار می رفت. گرایش زیادی پادشاهان این خانواده به زبان عربی احتمال از نزدیک بودن مرکز و غرب ایران نسبت به شرق و شمال آن به مرکز خلافت شهر بغداد بود. علاوه بر این در این روزگار عربی گرایی به خود سیمای تندگرایی گرفته بود و بر ذم پادشاهان، وزیران و درباریان خاندان بویهی نیز از مبلغان سرسختی زبان و فرهنگ عربی بودند. ناگفته نماند که اکثر پادشاهان بویهی در تاریخ با لقب‌های عربی خود مشهور گردیدند: عمادالدوله، رکن الدوله، معیز الدوله، عیز الدوله، عضدالدوله، فخر الدوله، مؤید الدوله، شمس الدوله، سماء الدوله، مجد الدوله، علاء الدوله و غیره. در کانون فرهنگی بنیاد نهاده این خانواده با هدایت و در سایه دولت پادشاهان صدها شاعر و نویسنده در حوزه نظم و نثر عربی آثار فراوان ایجاد کردند. ولی باید گفت که در نوشته های عربی مؤلفان این کانون آثار از مضمون و مندرجه شعر و ادب فارسی شرق ایران زمین به مشاهده می رسد و تا اندازه روح ایرانی داشتنی برخی از این تألیفات را نشان می دهد. در بین دانشمندان و نویسندگان معروف عربی زبان این کانون ابن امید صاحب ابن عباد مؤلف کتاب المحیط، بدیع الزمان همدانی ابوالفرج اصفهانی مؤلف کتاب مشهور الاغانی که از مقربان عضدالدوله بود، عبدالله حمزه اصفهانی مؤلف تاریخ نامه سین ملوک الارض والانبیا، ابن مسکویه مؤلف تهذیب الاخلاق، جاویدان خرد را می توان نامبر کرد که آثارشان تا به امروز اهمیت علمی و ادبی خود را از دست ندادند. از میان این ادیبان حمزه اصفهانی به قول بیرونی تعصب شدیدی ایرانی گرایی داشت، ولی از این امپریای عظیم که مدتی تقریباً 120 سال در قسمت مرکز و غرب ایران و عراق دوام کرد، در تاریخ نامه و تذکیره ها تنها درباره 6 شاعر فارسی گوی معلومات موجود است که بار دیگر از بی توجهی پادشاهان این خاندان به زبان تاجیکی فارسی دری شهادت می دهد. می توان گفت که این شاعران نیز در تاریخ تحول زبان و ادبیات تاجیکی فارسی نقشی برجسته ندارند. معروفترین آنها ابو محمد منطقی رازی، وفاتش سال 981 است، که در 3 زمینه مدح، عشق و حکمت شعر سروده است. سروده های عاشقانه او تصویرهای جالب دارند.
نگاری سمنبوی و ماه سمنبر، لبش جای جان و رخش جای آذر، بهاری بتان است و محراب خوبی، بروی دلارام و زلفین دلبر. شاعری دیگری فارسی سرای این عهد غزایری رازی است، وفاتش سال 1036 که شعری او به شعر شاعران ماوراءالنهر و خراسان ارتباطی بیشتر دارد و میگویند که او در وصف سلطان محمود قصیده ها سروده، مدتی با دعوت او در دربار غزنه زندگی کرده است. به اندیشه محققان شعر تصویری او تأثیر پذیر از شعر فرخی سیستانی است. سحرگاهان یکی عمدن به صحرا برگذر بینگر، دو گردد آسمان گویی یکی زیر و دیگر از بر، چو برق از میغ بدرخشد تو پنداری یکی زنگی، ز خرگاه به خرگاه دواند پاره اخگر. شاعری دیگری این کانون که اهلی درباری مجدالدوله دیلمی بوده است، خواجه کمال الدین بنداری رازی است. وفات سال 1009 که به 3 زبان عربی، فارسی و گویش دیلمی شعر سروده است و همچنین لغتنامه هم با نام منتخب الفرس تالیف کرده است که بیانگری نیاز مردم این منطقه به آموزش زبان فارسی می باشد. قطعه زیرین شعری را به او نسبت دادند. از مرگ حذر کردن 2 روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. روزی که قضا باشد کوشش نکند سود، روزی که قضا نیست در او مرگ روا نیست. عبدالله جنیدی نیز از شاعران فارسیگوی دربار آریبوی است. از شعر فارسی او تا روزگار ما با شرافت لباب الالباب اوفی بخارایی یک قطعه بر جای مانده است که 2 بیت آخری آن چنین است: از جام به جامه رو شبانگاه، و از جامه به جام رو شبگیر. شیر است
غذای کودکی خورد، شیر است غذای مردمی پیر. بعضی محققان حکیم میسری مؤلف دانشنامه منظومی طبی را که در بالا یاد کردیم پرورده همین کانون و از شاعران آری بویه به قلم آوردند، ولی این نکته بحثناک است. شیوه نگارش بیشتری تألیفات تاجیکی این دوره در بسیار موردها به ترجمه از زبان عربی مانند است. از آثار نثری که در این کانون به زبان تاجیکی، فارسی دری تألیف گردیدند و از تابعیت زبان عربی تا اندازه برکنار مانده اند، آثار علمی محمد ابن ایوب حاسبی طبری و ابو علی سینا را میتوان نامبر کرد. برای ذکر این مطلب مهم است که همین آثار در تشکل زبان علمی تاجیکی از اهمیت بزرگ برخوردار بوده تا به امروز از بهترین نمونه های نثر علمی فارسی دری شناخته شده است. محمد ابن ایوب حاسبی طبری به اندیشه دانشمند ایرانی تقی بینش، هرچند در آثار خود به ظاهر از کسی نام نبرده است، ولی بیگمان تحت تأثیر تربیت و تشویق آری بویه 943 1055 که در طبرستان نیز فرمان روا بودند قرار داشته، شاید به تشویق ایشان کتاب‌ها نوشته است. از این مؤلف چندین رساله علمی از جمله شمارنامه، زیج مفرد، مفتاح المعاملات، رساله استخراج و رساله 6 فصل تا زمان ما باقی مانده است. اما شمارنامه که در قطار کهن‌ترین اثرهای علمی در بالا نام برگردید، در میان آثار دیگری این مؤلف برتری خاص داشته یک دوره مکملی حسابی مقدماتی را در بر می‌گیرد. این اثر از یک مقدمه کوتاه و 3 فصل عبارت است. هر فصل چندین باب دارد. در باب‌های علاهیده مفهوم‌های هر 4 عمل اصلی حساب، جمع و طرح و ضرب و تقسیم، عدد، کسر، جذر، ریشه کوادراتی، کعب، ریشه کوبی با مثال‌های مشخص شرح داده شده. در مقدمه مقصد تعریف اثر به طور مشخص بیان گردیده است و به اندیشه مؤلف علم شمار بر همه دیگر علمها بهره دارد و برای علمهای دیگر از جمله هندسه، جبر، جغرافیه ریاضی، نجوم و غیره به صفت زمینه خدمت می کند. محمد ابن ایوب در افاده هر 4 عمل اساسی حساب، یعنی جمع و طرح،
و ضرب و تقسیم بیشتر از کلمه های افزودن، کاستن، کاهانیدن، زدن و بخشیدن استفاده می کند. اما چنین طرز افاده به آن معنا نیست که مؤلف خواسته باشد در برابر واژگان علمی عربی واژگان نوی تاجیکی وضع کند یا واژه کهنه را زنده سازد، بلکه بر آن است که بجای واژگان علمی عربی واژگان متداول و زنده زبان تاجیکی را که دقیقاً معادل مفهوم عربی است به کار برد. به عبارت دیگر محمد ابن ایوب می خواهد اصطلاحات علمی عربی را به واسطه کلمه های معمول تاجیکی شرح و توضیح دهد. مثلا مضاعف کردن دو چندان کردن باشد، تصنیف باز نیمه کردن است، معنی ضرب در هم زدن دو عدد است و غیره. این روش در دیگر آثار همین دوره از جمله در دانشنامه علایی ابو علی سینا و کتاب تفهیم ابو ریحان بیرونی نیز معمول است. اما طرز افاده واژگان و اصطلاحات در شمارنامه از شیوه و روش برگزیده ابو علی سینا در دانشنامه علایی و ابو ریحان بیرونی در کتاب تفهیم تا اندازه فرق دارد. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی علاوه بر آن که بجای اصطلاحات علمی عربی کلمه های رایج تاجیکی گذاشتند، همچنین در پی ساختن واژگان و اصطلاحات علمی نوی تاجیکی بودند. برای محمد ابن ایوب در ساختن اصطلاحات تاجیکی فارسی موفقیت چندان نظررس ندارد، هرچند به احتمال تقی بینیش به معنی ضرب و تفریق و نوشتن استفاده نمودن فعلهای زدن و رفتن و نهادن ساخته ذوق و سلیقه اویند. اما خود تألیف چنین یک اثر با استفاده فراوان از واژگان و اصطلاحات متداول زبان فارسی زمانی مؤلف خدمت شایسته او در تاریخ تشکل زبان علمی تاجیکی است. شایسته ذکر است که نقطه اوج ایجادیات شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز به عهد پادشاهان آل بویه راست می آید. ابو علی سینا بعد از آن که دعوت سلطان محمود را برای به دربار غزنه رفتن نپذیرفت، مدتی به دربار آل زیار و بعداً در دربار پادشاهان آل بویه پناه جست، هرچند محمود همواره در تعقیب و طلب دیدار او بود. آثار فارسی ابو علی سینا، دانشنامه علایی، معراجنامه و رسالت در نبض نیز در همین کانون در دربار یگانه سرپرست زبان تاجیکی فارسی دری از پادشاهان آل بویه علاءالدوله کاکویه با درخواست او در اصفهان تألیف شده، ولی میگویند که همین پادشاهی بویهی نیز بعد تألیف دانشنامه علایی نسخه از این کتاب را خواند و از این نوشته تاجیکی چیز نفهمید. باب ششم.
گسترش زبان تاجیکی به صفت زبان بین المللی. زیر فصل یکم، گسترش زبان تاجیکی به منطقه های دیگر جهان. زبان تاجیکی که در روزگاری شکوه و عظمت دولت سامانیان در قلمرو این دولت مقتدر به اوج ترقی و شکوفایی رسید، در اثر پیشرفت مادی و معنوی این دولت و اسلام آوردن قبیله های گوناگون صحرانشین در سرزمین های شمال و شرق این منطقه نیز گسترش یافت. برای گسترش بیشتر زبان تاجیکی در مناطق دیگری همجوار به زمان دولتداری حاکمان بعدی غزنوی و غوری و سلجوقی راست می آید. به عبارت دیگر، غزنویان و غوریان و سلجوقیان که پادشاهان این سلاله ها غالباً تربیت یافته و پرورده خان احسان سامانیان بودند و در عصرهای بعدی پادشاهان ترکی از سیاست فرهنگی سامانیان پیروی کردند و دایره کاربرد زبان تاجیکی را در شرق و جنوب تا سرزمین هند و سیند و در غرب تا آسیای صغیر و سوریه گسترش داد. یکی از بنیادگذاران دولت غزنوی، سبکتگین، سال 977 بعدی به دست آوردن حاکمیت در غزنه به گسترش قلمرو فرمانروایی خود اقدام نمود و پس از ضبط کابل، پنجاب و سیند را هم تحت تصرف خود قرار داد. در نتیجه با لشکریان سبکتگین زبان تاجیکی به سرزمین هند وارد گردید. سلطان محمود غزنوی نیز تقریباً 17 بار به هندوستان لشکر کشیده با بهانه جهاد و غزوات صدها هزار مردم بیگناه را کشت و غنیمت زیاد به دست آورد. از بس که در بین لشکریان سلطان محمود فارسی زبان بودند، آنها نیز در گسترش زبان و ادب تاجیکی در سرزمین هند حصه مناسب گذاشتند. در آخر دولتداری غزنویان شهر لاهور مرکزی سلطنت آنان قرار گرفت و شاعران هندو اصلی فارسی سرای مانند ابوالفرج رونی و مسعود سعدی سلمان لاهوری به سرودن شعر تاجیکی فارسی شروع کردند. شما گفتار 54 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.